الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. پاسخ سوالاتی بعضی از برادران که از طریق کانال سوال و جواب به ما رسیدن. دوستی سوال کردن بعضی انسان ها کار خیر می کند و باز کار خیر خدا در اینترنت و یا وسایل اعلام نشر میکنه. آیا ای در ریا داخل می شود یا خیر؟ و یا ای قبول می شود یا خیر؟ برادری محترم، اصل در کار خیر امیست که انسان او کار فقط به خاطر رضای الله تعالی انجام بدهد. اگر در نیت انسان شخصی دیگری بود، ریاکاری یا نشان دادن یا شهرت به مردم، مشهور شوم از این طریق، باز این عمل بری الله نیست. وقتی عملی که بری الله نبود، باز در او عمل انسان اجر نمی گیرد و نه او عمل قبول می شود و نه تنها نه اجر نمی گیرد و قبول نمیشه که بلکه انسان به او گناهگار میشه، مؤاخذه میشه. الله تعالی می فرماید فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. کسی که به الله ایمان دارد و امید ملاقات الله تعالی را به روز آخرت دارد، پس اعمال صالحه انجام بدهد و در عباداتش و در اعمالش کسی دیگر را به الله تعالی شریک نسازد. پس اگر هدف از نشر کارهای خیر در اینترنت تشویق مردم بوده باشه و یا کدام هدف یا نیت خیری دیگری داشته باشه، انشاءالله اصل عمل بلی الله هست، به او اجر میگیره. و اگر هدف ریا و سمعت و نشان دادن بوده باشه، پس این عمل بری از این مردود است، نه تنها قبول نمیشه، به این گناهگار میشه و در عمل خیری خود به الله تعالی شریک آورده که ریا کرده. ریا نوعی شرک است.